خدایا بخیر است آقای کمال؟ یگان چیز میکوبید؟ گریختن رو از فکرت دور کن. از من چی میخواهید آقای کمیسر؟ چی خواستنم آن را نقض میدانی؟ قره در کجاست؟ من از کجا میدانم؟ چند بار با شما گفتم که این خیلی آدم را نمیشناسم. گپ را دراز نکن کمال. وقتی سفسطه های تو را گوش کردن ندارم. باری دیگر میپرسم قره در کجاست؟ نگویم چه؟ مرا میکشی کمیسر؟ یا که فراموش کردی که پلیس هستی؟ من تو را نمیکشم، خودکشی میکنی، فهمم؟ خودکشی میکنم؟ در دستی من سلاحی توست کمال. طولنگ را زیر کرده به دستی تو میگذارم. در پروتکل باشد قید میکنیم که وقتی که آمدیم تو را در چنین حال یافتیم. تو مرا فهمیدی؟ همین طوله باشه. من سردارم. شما پلیس هستید، این کارو کردن نمیتوانید. هرچی که سردارم فرمایم ما اجرا میکنیم. تا سه حساب میکنم کمال. یا جای قرار را میگویی یا اینکه میموری. ایستا چیکار میکنی؟ یا نکن کمیسر قربانت شوم. نکن. شما دیوانه شده. ایستا مهلش میگویم. کوچه بنت پرز خانه رقم 18 در نزد بازار. در نزد قره یگان دختری با نام مژده هست؟ هست. تشکیلات در کجا عملیات میگذراند؟ به خدا که نمیدانم. کمال نمیدانم آقای کمیسر. تیردانش را خالی کرده بودم کمال. او را بره. اطاعت سردارم. رفتیم عمر. با فکرتان ایزی مژده را یافتیم آقای سرکمیسر؟ نه عمر، ما حالا او را نیافتیم. یلماس محترم جان کار مونده است. آرام می نماید. بله، دیروز با او کمی صحبت کرده توانستم. او چی بود؟ سبب پراندن خالم را گفت؟ برای در این باره گپ زدن حالا کمی بر وقت است. باید اول به باوریش درآییم. در دوام صحبت همیشه می گفت که تو او را ترک می کنی و نمیخواهد تو را از دست دهد. او از این سخت می ترسد. این راست است طاهر؟ می‌استاد. در بینتان یگان جنجال یا نافهمی نشده بود که شما نیت ترک کردنش را کرده باشید؟ وقتی آخر از سبب نافهمی اولوی امان جنجال ها روی میدادم، اما یگان مراتبه درباره او را ترک کردنم سخنی نگفتم. عصبهایش بی نهایت خراب شده است. موافق تشخیص هایمان سببگار این ترس و وهم تویی. کی من؟ فکر میکنم از رفتن تو میترسد. اما من این خیلیت را نداشتم. شاید مادرت درباره تو چیزهایی را میداند که تو خودت نمیدانی. نمیدونم. شاید در آینده فهمیده توانی. با او گپ زده میتونم؟ حالا بر وقت است. او را به حالش گذاریم کمی استراحت کند. مایلش استاد. من تا گفت باز میگویم. اگر از حالت روحیش برآمده تواند همش را به ما نقل میکند. با اجازت شما.
محترم عزیز. سلام بچه. محترم عزیز، درباره نقشه در پیش دادن کمی چرم میدادید؟ ببخشید رفیقان، پس از به آخر رسیدن این مجلس همش رو با شما شرح میدیم. اکنون نوبت ما رسید. تشکری زیاد دخترم. خیلی ممنونم. نور و صفا آوردید، نور و صفا آوردید. سلام پسر جان. تشکر. خوش آمدید جناب. خوش باشید. خوش آمده. خوش باشید. سلامت باشید. خوش آمدید جناب. خوش باشید. خوش آمده. تشکر. اومدم بوده رفتم. اومدم گذاشتم. مجده آنها آمدند. اکنون وقتی انتقام رسید. این پرتاها رو هم میگیره البته تازه میکنیم. کنی روید از اینجا. در اینجا چیکار میکنید؟ کنی دم شوید از اینجا. اینها رو برید. در آشیانه سیم در تالار مجلس گاهند. پلیس! گورنده! آقای قرم! گورنده! بیا بزار دفشو. تو در اینجا است. فهمو. من از حق میرم نمیرم. فهمیدی؟ ایتوان سردارم. با دقت. لبک تشکیلات عملیات را در بیمارخانه میگذراند. ما در همانجا میترکم. تو کیستی؟ تو کیستی؟ جواب ده. قرار تسلیم شو.
گرخته نمیتوانی تسلیم شو. برا تسلیم شو. برا تسلیم شو. میبرایم کمیسر. سلاحات رو پرتو کمیسر وگرنه کودک رو میپرانم. او کودک است قره. او رو رها کن. پایی که او رو رها کنم سلاحات رو پرتو. مایلش کودک را سر ده. برای رفتن اجازت سلاحات رو میدهم. پرتو وگرنه کودک میمیرد. مرا نجات دهید. التماس مرا بله. نجات دهید. تو را نجات میدهم. خب مایلش سلاحم را میگذارم. حاضر. نترس بیسرم. حاضر. انا گذاشتم. او را سر ده. مرکز مرا میشنوید؟ من سرکمیسر بولخان گوش میکنم آقای کمیسر. برایتان خبری دارم. خبر بمب. آقای کمیسر شما رو گوش میکنیم. گپ زنید. شما رو گوش میکنیم آقای کمیسر. گپ زنید آقای کمیسر. حالا معلم زینب رو به صحنه دعوت میکنیم. مرحبا. خوش آمدید معلمه. مرحبا. معلم شما رو تبریک میکنم. معلمه به شما موفقیت های نو به نو آرزومندم. شما را تبریک میکنم. مرحبا. تشکر دیگه. مرحبا. من میخواهم با وزیر مدافعه برای مرا لایق این تحفه دیدنش را اظهار مینتداری بیان کنم. من همه همکسبانم را که در شرایط‌های دشوار درس میگویند به این تحفه سزاوار میدانم.
این برفین است. دخترم دخترم بیایید که بر نظرم نموز بیایید با خدا او بکنید رو باز بکنید دخترم برفین خیریت که تو را یافتم دخترم. مادر جان خدا شکر. مادر جان شما نبرده؟ همش دروغ است. تشکیلات تو را فریب داده است دخترم. من زنده‌ام. مادر جان من اکنون چی کار کنم؟ با من کمک کنید. ایستا برفین نوری چشمانم دروغ رها میکنم. این را برو مادر جان ایسته مادر جان ایسته برو نفسی بیا این را به جای پنهان میکنیم که کسی نیابد. بیا دخترم بیا مادر جان. و خدا سرم به آسمان رسید. آفرین آفرین به دختر من، آفرین. و خدا مرا خیلی خرسند کردی. من هم خیلی خرسند شدم زینب. تو در حقیقت به این سزاواری. تشکر. اما از من دیده تو زیادتر به این طیف سزاواری. اگر تو نمی بودی من موافق نمی شدم. لبای مرحمت دوست شما را گوش میکنم. حاضر میایم استاد. بخیر از پسرم چی شده است؟ سردکتر بیمارخانه روحی زنگ زد. اوید مادرم با من چیزی را مصلحت کردن میخواهد. مرا انتظارند. گلو انا دختری من. تو در کجا بودی برفین؟ برفین دخترم خوب هستی؟ اوه دخترم مادرت برای یافتنی تو چقدر عذاب کشید. سیروز بیا برفین رو به نزد سرکمیسر ولکن میبریم. مادر جان من میترسم. نترس دخترم، من در نترسم قربانت شوم. بلو بیا دخترم را به خانه‌ات بریم. کمی به خود بیاید. چی گفتی؟ مایلش این طور باشد سرکمیسر رو به خانه جیغ میزنیم.
رفتی ها؟ بیا به خونه برس. این مژده نیست مادر؟ تاکسی. بعد از رفتن چیزی عجیبی شد. مادرت به مکتوبی به یکی از بیماران آمده رفتاری ناگواری کرد. اشیاها رو به هر جا میزد. برای چی این کارو کرد؟ نمیدانم. حاضر باز آن رو تکرار میکنیم. میخواهم تو هم ببینی. شاید چیزی رو فهمیده توانی. مکتوب رو برید همشیره. خب شده است آقای دکتر. به شما مکتوب آمد خانم نگاره. زنان نه داخل نباید این سرادا نبشی را همراه نگیر را بیا تو نمیتوانی مکتوب را بنده تایر نباید فهمد نباید مکتوب را به من دیگه باید فهمد تایر نباید فهمد زنان باید نفهمد داهر پسر من است پسر من داهر نباید فهمد داهر باید فهمد داهر نباید فهمد داهر نباید فهمد داهر نباید فهمد داهر نباید فهمد فهمد به یادم آمد. داهر پسر من است. این زیر هرچی نباشد خدای زیلان آن را میداند. چرا بر وقت این به یادم نآمد؟ داهر نباید فهمد داهر نباید فهمد داهر نباید فهمد داهر نباید فهمد اگر آن سیره که عقل مادرت را رمانده است یابی میتوانیم بیماریش را زودتر تبابت کنیم. داهر نباید فهمد نباید فهمد مایلش داره. داهر نباید فهمد من همش رو فهمیدم. من زود برمیگردم. خدای زیلال این دفعه همش رو به من میگوید. در آخر دخترت رو یافتی زیلال. خدا را شکر. من او را در آسمان می جستم اما از زمین پیدا کردم. خدا بزرگ است زیلال. مهنتتون برباد نرفت. خیر فرصت رو از دست نداده باید زودتر به شعبه پلیس رویم. بله راست میگویی گناه. بیا برفین. مادر جان من میترسم. نترس دخترم نترس. کسی به تو چیزی کرده نمیتواند. برفین دخترم تو گناه نداری. تو رو فریب دادند. شاید جزا هم ندهند. و هم کمیسر ولقان در آنجاست. تو رو میکوبد و انسانی خوب است. تو رو صاحبی میکند دخترم. مادر جان شما هم در برم ایستید. البته میستم دخترکم. قربانت شوم. البته تا جان دارم تو رو رها نمیکنم. آخر تو از این کار دست کشید. از قربان کردن اینقدر آدمون خود رو رها کردی. باز چی میخواهی؟ برفین قریب بیمارخانه رو به زمین یکسان میکردی. آن خائن ها مادرت مرده است گفتم. دخترم رو فریب دادند. لیکن مردنی مادرت رو چطور به تو باور کنوندند؟ سینام کرد. همش رو سینام کرد. آن خائن ها را خدا جزا میدهد.
چرا درباره ترکش خبری نیست؟ باید زنگ زنیم جناب. بیناموس جواب نمیدید. تو کسی؟ خدا جزایتان را دهد. چرا بمب نترکید ابله؟ آقای قره او گریخت. مصطفی دوزم گریخت. عملیات برباد رفت. با کجا گریخت ابله؟ دراب شد. طاهر من خاله زیلال به همشیره گلول رو میدم. یک دوگانه خانم گلول را دیدم. خانم گلول اجازه گرفته بر اومده. خاله زیلال نیز با او بوده. من باید زود نزدشان روم. خاله زیلال به تو برای چی لازم است طاهر؟ من همین قدرش رو میدونم که از این سیر تنها خاله زیلال بخبر است. اما من باید او رو یابم زینب. خانم گلول، خاله زیلال در کجا است؟ بخیر است طاهر؟ من باید او رو ببینم، این خیلی مهم است. زیلال دخترش رو یافت. برفین رو؟ بله، با برفین و نزد سرکمیسر وولقان. آنها کمی پیشتر برآمدند و فکرم به این طرف رفتند. تشکر. خاله زیلال، بیا پسرم بیا. خاله زیلال، ایسته. تاکسی. آشپزی ماشین زودتر. یعنی زودتر پره راگرد زودتر. زود رفته واحد را یابید. خوب شد از جناب. ببن یعنی نکن استا نجم. در جایت استا نجم. چرا بمب نترکید؟ چرا؟ مرا فریب دادید. مادرت را کشتن گفتید. من برای انتقام مادرم را گرفتم فدایی شدم. دختر من دیگر فدایی نیست. حالا همین طوره؟ فدایی نیست؟ کاردار نشوم عقل. به من گوش کن. رفته در جایی گفتم بمب را میترکانی وگرنه تو را نابود میسازم. نمیروم. نمیروی؟ اگر نروی مادرت را میکشم. مادر جون با خدا ناخود از پیش رو هم برام. استید ما بخورم. بعد برخونه بردن لازم. هاورم بردن لازم. باری آخرین میگویم یا بمب را میتر کنی یا اینکه مادرت میمیرد. برفین به گپ این ظالمون گوش نکن. به جای آنقدر آدمانی بیگناه من میرم بهتر است. مادر جون این کار را نکن دخترم نکن. آخر تو حتی یک مورچه را آزار نمیدادی. التماس نکن. دمت را گیر وگرنه میپرانم.
پرون کلنگ را زر کن مرا هم کشه لیکن دونستمونه که بمب رو نمیتر کن میتر کنی الله نرفت که تو رو میکشم دست و پایشون رو بندید تا عقلشون و سرشون آمدن همینجا میمانند مادر جان دخترکم شما چه این خواهین رو زنده گذاشتن میخواهید؟ عقلت رو کار فرما البته میکشم اما پیش از کشتن یک نقشه خوبی دارم نترس دخترکم نترس مادر جان این رزیلان ما رو میکشن گفتم کن نترس خدا بزرگ است خالای زیلال و برفین را با کجا بردید؟ گپسن در کجایم؟ نمیدانم. میدانی احمد تو در اینجا چیکار میکنی پسرم؟ من سلاحدار شدم از این پس برای تشکیلات مبارزه میبرم اما خواهش میکنم زود رفته با پلیس خبر ده وگرنه ما رو میکشم بدنی برفین بمب گذاشته میتر کنم اگر تشکیلات در نمایت میمیرد دیگر علاج ندارد چرا این طور میگویی احمد مردن مرا میخواهی شما بمب رو نتر کنده به تشکیلات خیانت کردید پای مجده این چی گپ است احمد اگر پدرت این احوال را بیند از غم میمیرد و تو چی شد پسرم این چی احوال است من بعد پدر و مادر من تشکیلات است در جایتان شنید فهمیدید وگرنه آقای خره شما را نابود میسازد بله آقای کمیسر همینجاست بیهوش خواب است فهم کمیسر انتظار میشم یکی زودتر بیاید با آنها ضرری نرسیده در همونجا شدن لازم زینب طاهر چی شد؟ خالای زیلال را همراهی برفین دزدیدن خدای توبه اما پاسخی سوالهایم را تنها خالای زیلال میدانم لیکن عین حال شاید او با مرگ رو برو باشد یعنی چی خیلی؟ مادرم از من یک سیر را پنهان میکرد که پاسخش را تنها خالای زیلال میدانم باید او را یابم زینب زنی بیچاره دخترش را یافت لیکن این کار را بین و سرش نگاه ناخوشی آمده آنها رو یافتن لازم زینب پسرم ببین چی ها نوشتم سرکامیسر ولقان شهید شده است بیچاره جوان حیف شد خیلی هم جوان بود شما را در بیرو انتظارم دفش دروند روی کسی رو دیده نمیخواهم این همون کسی که با ماشین سیاه می آید شما روایید همینجا خوب شده است امر نمایید سردار بمب نترکید و دختر خیانت کرد کاری کرده نابخشیدنی است میدانم که کمیسر ولقان جیانی وزیر مدافع بود امروز مراسم جنازهش بمب باید در آنجا ترک کرد اطاعت سردارم از یک طرف مادرم از طرف دیگر خالم و باز خاله زیلال و برفین حالا باشد سرکمیسر ولقان زیخ نشب طاهر همه کار با خواستی خدا می شود خداوند از همه کار آگاه است
راست میگویی زینب. قوی بودنم لازم. اگر خاله زلال را نجات داده توانم، هم حیات نوی را آغاز میکند و هم برای مادرم راه نجاتی پیدا میشود. من رفت آن آدم رو بینم، شاید به هوش آمده است. بیماری در اینجا بوده کجاست؟ نمیدونم. مرا تجیه جیغ زدن. وقتی که برگشتم نبود. چه خیلی نمیدونید؟ در روزی روشن از بیمارخانه گریخت؟ نمیدونم آقای دکتر. ببخشید. گوش میکنم. گوش کن دکتر. اگر آنها را نجات دادن خواهی به ساختمان بیرونی شهر. تو کیستی؟ کی بودن مهم نیست. زودتر رفته آنها را نجات ده. کاری دیگری از دستم نمی آید برفین. برای نجات تو چاره دیگر ندارم. یعنی بابا رو نمیتر کنی ها؟ نه نمیتر کنم. از این پس میمیرم این کارو نمیکنم. بیهوده کوشش میکنی. از برفین دیگر به تشکیلات فایده نیست. ما رو رها کنید. خب شما برد کردید. مادامی فایده نیست، نه شما به ما دردی سر شید و نه ما شما را عذاب دهیم. برآمده روید. راست میگویی؟ از کشتنی تو به من چه فایده؟ اما اگر به تشکیلات خدمت کنم گویی، هم تو برد میکنی هم من. کاری بد نیست. فقط به امام مسجد یک امانت را برده میسپاری. همش همین. یک شرط دارم. همراه مادرم میروم. تنها میروی مژدن. وقتی که خبری امانت را سپردنت به من رسید مادرت را رها میکنم. خب مایلش میبرم. یعنی راضی هستی؟ همه که دگمه رو زیر کردیم؟ بوم. امانت همین است مژده. در درونش چیست؟ دیدن ممکن؟ محکم است. کشاده درونش را دیدن ممکن نیست. گرفته به پلیس تسلیم نمیشوی. کار کرده امام را یافته، امانت را با او سپار. اگر یگان کاری خطا کنی دیگر مادرت را نمیبینی. مایلش قره. گفته‌ات رو میکنم. با مسجد چی روم؟ تو را تا مسجد با ماشین میبرند.
بدفین خودت را احتیاط کن دخترم. میترسم که این ظالم ها به سرت یگان بلا میارن. زود برمیگردم مادر جان، شما خواطر نشوید. بعدی بازگشت انشالله به دیه همون برمیگردیم. انشالله دخترم، انشالله. چرا با من نگاه کرده میخندی؟ به سادلوحی مادر و دختر میخندم. اگر به دخترم یکان ضرر رسد به خدا همه‌تون رو میکشم. یعنی ما رو نیست میکنی ها؟ تو از خودت خفه شو. دخترت به سوی مرگ رفت. کمی دیرتر میترکد حتی جسدش رو نمیابی. برفی بیهوده فریاد نزن. تشکیلات تقدیر دخترت را حل کرده است. خواهش میکنم این کار را نکنه. گناه دخترم را به قتل نرسونه. خدا جزایتان را میدهد. مرو فریب بودن خائنا ظالم ها. زن در جاش؟ بله همینجور جناب. باز از گرسنگی نمیرد. با او خوراک برید. خدایا خودت کمک کن. برفین و آن آدمانی بیگناه را در پناهت نگاه دار. بیا دستانت را کشایم خوراک خور. نه میمورم و از خوراک شما نمیخورم. خوبه زیلال. خوبه زیلال. طایق بیسترم. طایق بیسترم. خوبه زیلال خاموش استید. آوازتان رو نبرارید. میلش برفین را به سوی مرگ فرستادم بیسترم. با کجا فرستادم؟ آن قره ظالم برفین را فریب داد. تو مادرت را رها میکنم گفتم و دستش یک جامدان را داده به نزد امام یک مسجد فرستاد. در جامدان بمب بوده است همه را میتر کند. شما اول از اینجا راه یابیم بعد با پلیس خبر میدین. میلش بیسرم
نمیتوانم. تو رفته برفین را نجات. شما را در اینجا گذاشتن نمیروم خاله زیبا. بیایید من از دیدار بیایید. برایید زودتر. آهسته 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 آهسته. بیایید خاله زیبا رفتیم. میگویزند. دوید خاله زیبا دوید. گریزید خاله زیبا گریزید. نیست به این طرف گذار. خاله زیبا گریزید گریزید گفتم. نجوم. نصیحت را میگویم. سختار ظالم ها نزنید او را. اینها را به درون برید. درا اسخا در اینجا شید. خاله زیبا چرا نبید؟ نتوانستم. بیزرم تو را پرتفته رفته نتوانستم. پس از 10 دقیقه می ترکید. خواطر نشود و تنها نمی میرد. شما هم همراه مژده می میرید. دخترت رو در آن دنیا خواهید دید. رفتیم. أنا همي مسجد روی مولات رو بند. از اینجا راهی گریز نداره. بله نیست. اما از رحمت خدا ناامید نشوید. راست میگویی پسرم. خاله زیلال از شما یک چیز پرسیدن میخواهم. بخیر است پسرم، پرس. میدونم که مادرم یک سری را پنهان میداشتند، سری که سبب دیوانه و از عقل بیگانه شدنشان گشته است و آن سری را تنها شما میدانید. خاله زیلال، خاله زیلال، در دیه هم پرسیده بودم، نمیدانم گفته از من میگریختید، لیکن دروغ میگویید. خاله زیلال، شما سری مادرم را میدانید. اگر گویید هم چیزی تغییر نمی‌یابد، اما
ویسزال پیش از مردن حقیقت رو بگوی. گوش کن پسرم، چطور گفتنم رو نمیدونم، لیکن حقیقت این است که خانم رابیه مادر اساسی تو نیست. شما چی گفتید؟ حقیقت رو گفتم. من به این باور نمی کنم خاله زلال. با فکرت چرا خانم رابیه خواهرش رو پروند؟ نیحال با تو همه چیز رو نقل کردنی بود. حقیقت تلخ است، باور کن. مادرت از آن می ترسید که تو حقیقت را فهمیده را ترک میکنی. برای همین نیحال را پراند. برای همین پس مادری حقیقی من کیست خاله زلال؟ کیست مادری من؟ محترم جماعت مسلمین، این شهید کمیسر ولقان شاهین به خاطر دین، دولت، وطن و ملت جانش را فدا کرده است. برای او از خداوند رحمت و برای خویش و نزدیکانش صبر جمیل را خواهان. حاضرین گرامی، آمین. باید این حقیقت را تمام عالم داند که شهیدان نمیمیرند. به خاطر الله برای دین ملت هر کسی مبارزه برده جانش را فدا کند اصلا نمیمیرد. آنها زنده اند اما ما نمیدانیم. باید این آدمانی منفوری ملعونی که به عملیات های ضد بشریت دست میزنند دانند که مردمی ما بر علیه آنها یک موش یک دست نبوده، همه یک جا از یک گریبان سر برآوردند. ما از محلگرایی و ملتچگی دست کشیده برای دولت مستقل یگانه مبارزه میبریم. ما اجازه نمیدهیم که این وطن آبادمان را به قسمات تقسیم کنند. ما را با عملیات و ترکش هایشان نمیترسانند. ما آماده ایم که یک جان نه 1000 جان را هم فدا کنیم. ما را شکستن نمیتوانند. ما یک جان 2 جان داریم. از همین سبب آنهایی که یک جان دارند و یک حیات دنیا دارند اگر فکری مقابلیت بر ما را داشته باشند خطا میکنند. این وطن برایمان عزیز و محبوب است. برای وطنی عزیزمان، برای ملتمان یک دانه بلکه هزارها جان را فدا میکنیم. این وطن جانی ماست، استقلالت و مرام افتخاری ماست. کسی افتخار ندارد و ما زید یک نشان دادن نمیتوانیم. خداوند این شهید را رحمت، جایش را جنت. برادران، بیایید اکنون وظیفه آخرین خودمان را برای شهید اجرا کنیم. الله اکبر. میآیند یلمرز میآیند. پروندن را من آغاز میکنم. فهمیدید؟ یگان خائن زنده نماند. در ماشین آدمان بیگناه نیست هستند. اگر پرانیم آنها هم هلاک میشوند. ماشین را بازداشتن خائنان را کابین بهتر است. یلمرز تو چیا میگویی؟ چیزی گفتم آنها را کن و همه گویی که جایهایشان را اشغال کنند.
به همه کار زید می براید. مگر پراندن شرط بود سینان. ماشین را من کرده فیراری ها رو جستجو میکرده میشود. شبله خاموش. تو چی به من یاد میدهی؟ تو خودت کیستی؟ سینان کماندان، دختر خبرش رو الکی کند. خب خیلی خوب. نقص ابله بیایید رفته جزای آن خواهین را دهم از پس من. سینان التجا میکنم، مرا نکش. خاکی پایت شوم، مرا نکش. کودکی در بطنم بوده گناه ندارم. رحم کن سینان، رحم کن. پروا نکن، گناهی کرده ای مادرش کفایه. با او نیگر دختر رو گناهگار میکند، گویا از هوا حمیله شده باشد. خاموش بریتا، اگر شونه من سرمون در بالا میمونم. نکن سینان، آخرین کودک از خودت است. به خدا قسم، به خاموشی، خواهینی دروغگو. برو سنباران کنه، زنه این خواهین را. آیتن او را به خطا نسان. بیا گریزیم حسین. تو دیوانه شدی بریده؟ دیدی با او چی کار کرده؟ او دختری بیچاره رو استفاده برد. اکنون باشد او را گناهگار میکند. سینان گفت که امشب به نزدم میآیی. اگر نروم. واه بی‌ناموس، یعنی نوبت تو رسیده؟ این طور نمیشود. از اینجا میرویم میگریزیم بریدن. مرا فهمیدی میگریزیم. کسی که به تشکیلات زید میبراید عاقبتش همین است. با این رفتار چطور آنها را در اینجا نگاه میداری سینان؟ پس آنها را چطور باید نگاه داریم یلمز؟ گویی ما هم دانیم اینجا کوه است یلمز. قاعده های شهر به اینجا راست نمی آید. حالا هم همین را نمیدانی یلمز؟ سینان کماندان، این را از بالا فرستادند. میتوانی روی؟ رو زودتر. باز چه گپ شد؟ باز چی میخواسته باشند؟ خواهین چی شده سینان؟ یکون خبری نخوش؟ مجده را میدانی؟ فدای امان را. بله، من نوارش را دیده بودم. تشکیلات برای حکم قتل برآورده است. مادرش در دهه آبی کلان است. او حتما به آنجا می رود. بچه ها کنید زود جسد این خواهی را گرانید. زود باشید، زودتر. حالا ایست مجده، حالا ایست. خیزبان؟ چی حال داره خیزبان؟ کاچی چی پا؟ چی خیل کاری من چی؟ خیزبان جانمه. وقتی زیاد گذشت حال هم بر نگشتند. تو در همین جایی دیلو؟ از آقای طاهر یکون خبر آوردی خیزبان؟ نه، از کجا؟ من برایت خوراک آوردم. مرحمت. تشکر خیزبان. من فکرم آقای دکتر بر من نگردن. و چرا برگردن؟ زینب همراه هست، خسورش هم. میدونی چی؟ فکر میکنم که اونها که ها توی کردند. آقای طاهر. خانم دیلو؟ مرحمت. من نبیره بابوی شکور، نامم فؤاد. خوش آمدید آقای فؤاد. خوش باشید. اما کم اینو توب شده رو به اینجا آوردم. آقای دکتر همینجا هم؟ آقای دکتر در دهن نیستند. آقا دیلو، آقای دکتر آمدن. چی؟ آمدن؟ بله. شما نرمید، آقای دکتر آمدن. مایلش انتظار میکنم. سه منتظر نمیشوید. من زود آقای دکتر رو ایزه میارم. مایلش آقای دکتر میارم.
آلی جان پیشترم شما دی دکتر شما دی خوش باشید آقای عزیز. از آمدنت شادم. سلامت باشید. اما جان زنده باشید. خوش آمدید آقای دایی. خوش باشید دلم. خوش باشید. دلم زینب. نه هستید. تشکر ینگا تشکر. چه حال داری زینب؟ خوبم دلم. شدم زینب. من هم دلم. من همه تو رو خدای زیاد چه شده است؟ تو کیست؟ این دختری من برفین است الان. این برفین من است. برفین؟ در اونجا چی کرد؟ زود باشد بچه ها اوزه ها را دارید. آینون گریختن. دو نفر گریختن. سینا بریتان دا. چی شد؟ کی گریخت؟ آینون گریختن سینا. چشمت در کجا بودم نه؟ چرا گریختن؟ در اونجا زودتر. لوری 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 کامون لوری 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 کامون تو درمان دل من تو هر دو چاوه من لوری 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 کامون تو درمان دختر جونم یک طرفیست شما برای دختر زنا گریه میکنید کنی به خانه روید این طرف نکن گناه هست آخر خدایا توبه قهری مرا نارید به خانه روید التماس روید دخترم برفینم انا ببین تو رو آمده همون آوردم برفین من خانه همون آوردم خدا زن آرام شد آرام شد نمیتوانم پسرم جیگرم میسوزم آرام شوید خدای زیاد. اگر دخترت رو با من میدادی حالا اون نمیمون اول به کوه نمی برآمد نمیمود. راست میگوید اول که عیب خودش با سلاحداران همراه نمیشد این بلا بسرش نمیآمد. این طور نگویید بس کنید. کی میخواهد که فرزندش به کوه برآمده سلاح به دست شما؟ برای شما گپ زدن آسان است. تشکیلات فرزندان همتون را فریب داده است. فرزندان همتون به کوه برآمدند. این کارتان گناه است. مگر نمیبینید که زیلال در چه حال است؟ قزوان من به جای کارم میروم. همدردیم را قبول کن زیلال. شکر خدا از تو راضی باشه. همدردیم را قبول کنید خالای زیلال. خدا به تو عمری دراز دهد دخترم. تشکر. خاله زیلال را بدارم برید برید برید.
بیاید رفتیم رفیق به خدا که حیف شد وقتی رفتیم بیاید رفتیم چه باید شما کیستید؟ مرا نشناختی ورزن سردیت با نماز در میکنم. شتاب نکن ورزن، نماز نمیگریزد. نام من ورزن نیست، شهباز است. شما لیوان نیستید؟ بله ورزن، آدمی که با تو کی بودنت را آموختم. نیستید در را بشم یکم کس نشنواد. چرا آمدید؟ شما از من چی میخواهید؟ کاری با تو کردم را میکنی. چه خیلی که من با تو آموزاندم تو نیز و دیگران می آموزانی و آنها را به تشکیلات همراه میکنی. نه این روی خط نام ها. گذار با درون درو. طاقت کن. کم بریتن طاقت کن. بله کم موند. حسین ما هم خونه دور میشویم. البته بریتن خونه دور میشویم. از هم عروسی زیبای مادرم تو میشوی بریتن. انشالله حسین انشالله چون گفته‌ات میشود. نخواهی شما از اینجا دور است. به فکرت اونها ما رو نمیابند. ما رو از هم دیگر جدا نمیکنند حسین. نترس بریتن، من همراهت باشم به تو هیچ ضرری نمیرسد. خیز از جویت رفتیم. خیز رفتیم. بریتن بریتن خوب هستی بریتن؟ خوبم. خودت رو احتیاط کن حسین. دیر بسیط بد رسیدن بریتن. صحت میشوی. نوکرید زودتر اونها رو احاطه کنید. ترکیز کنید. زود باشید زودتر. گذار بریتن راه زودتر از اینجا گریز. بریتن راه. من به خاطر تو زنده‌ام. اگر با تو یک روز چیز شود من نمیرم. راه نمیروم. راه زودتر. مرد سنان. شد فهمیدم.
قصه مرد. بچه ها اکنون همه جا را کافته، زود برید تن را پیدا کنید. زودتر زودتر. سینا مرا گوش کن. سینا گوش میکنم قماندان. یک قرارگاه 20 نفر گریختن. اونها از دیهای آبی کلان. خواهینهای همه شما را به خطر رسونید. فهمم. در دیهای آبی کلان یگان خیاری زنده نماند. فهمیدم قماندان. دختر گریخته است سینان. یلماس آن دختر هم از دیهای آبی کلان است. بیایید رفتیم. ایتن زود باشید میرویم. مادر جان مقصود سرجان. ابو ببینید چی آمده. دخترم آمده. خوش آمده زکر. بیا به خانه درم. بیا اینجا بیا در اینجا. ایرو گیر. مادر جان در زیر این خاک خوب است. مادر جان خواهرت اینجاست. خواهرت در زیر خاک سرد است خدیجه. مرسی خواهرکم. این چه خیر شد مادر جان؟ کیو رو کشت؟ تشکیلات برای فدایی نشدنش خودش رو نترکاندنش رو به قتل رساند. مرسی جان. مادر جان همدردیم رو قبول کن زیوام. خفه نشم. خدیجه رو باید برم. موسی ما رو انتظار است. سلامت باش. مادر جان این چه روز است؟ این چه درد و غم است؟ خدایا خداوندا به ما مادر رسول. رفتیم دخترم. خواهرکم رفتیم. دختری بدبختم. من اکنون روم. در خونه کسی نیست. تو را زحمت دادم. خدا از تو راضی باشد. امینه. خدا بریتن را به تو برگرداند. هر روز آمدنش را انتظارم. کاش از دست آن خائنان گریخته به خانه آید. غذای خوب گروی سلامتی است. اینک روغنی برکت که با تجهیزات نوین در بهترین کارگاه‌های استحصالی آماده می‌گردد پیشکشی خواهشمندان است. ترکیب غذاناک و صفتاً بالای این روغن لذت بخش همه طعام‌های ملی میباشد. روغنی برکت جوابگوی استانداردها بوده با نظرداشت طلبات استعمال کننده از نگاه غذای سالم آماده گشته است. روغنی برکت را در ظرف‌های گنجایش گوناگون با نرخ دسترس در تمام مرکزهای سودای شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌ها قرغن‌تپه، کلوب،
رشت، ولایت سوخت، شهرهای خوجند، پنجیکند و غیره خریداری نمایید. تلفن‌ها برای خریداری و همکاری‌ها 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 37. در مرکز سلامتی طبی جنوب متخصصان با تجربه از حساب هم زنان و هم مردان فعالیت می‌نمایند. در این مرکز با استفاده از تجهیزات گوناگون طبی بیماری‌های فشار بلندی، دیابت قند، جلغه، عصر خندراز، چوره ستون نوره، بادخورده، بیزوریاتی، بیماری‌های گوناگون پوست، پروستات، سنگ گرده‌ها، درد معده، حباب، التهاب غدود زیر معده، درد گلو، قیمری، برانکیت مزمن، ضیق نفس و دیگر مریضی‌ها طبابت کرده می‌شود. نشانی ما محله 46 کوچه جامع 9. تلفن ها برای تماس 915 05 33 08 915 05 32 99. پیراهن تقدیر فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.